با سلام خدمت دوستان عزیز، رحیمیان هستم از شرکت ماشین‌آلات داروسازی بارش بابل. عرضم به حضور شما که تو ماشین‌آلات PFS پمپ‌های پیستونی بسیار حائز اهمیت هستند، چرا که این پمپ‌ها دقیقاً باید از جنس استیل 316L ساخته بشن، هم مجموعه سویچر، هم مجموعه بدنه پمپ و هم قسمت پیستونش. این پمپ‌ها ساختنشون کار بسیار سختیه، چون ما برای آب بندی کردن پیستون‌ها از هیچ ماده لابریکانت و یا حتی اورینگ ها و پکینگ ها نمیتونیم استفاده بکنیم. تنها چیزی که میتونیم استفاده داشته باشیم اینه که کیفیت سطح خوب پیستون و داخل سیلندره. این فقط به این صورته که این پمپ ها میتونن استفاده بشن. این پمپ ها رو ساختیم، نگاه کنید، این آب بندی شدن کامل استیل رو استیل و این هم مقدار روون بودن پمپی که ساختیم. اگر همکارمون بتونن چرخشش رو بگیرن